سلام، روزتون بخیر. خوبین؟ امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش باشین، شاد باشین، سلامت باشین کنار خانواده هاتون. یه خاطره دیگه با فرشید میریم که یه خاطره دیگه رو بشنویم. سه ماه تابستونا برای ما همیشه یعنی یادآور روستا و چه میدونم بوی دهات و بوی نون و بوی شیر و کره و پنیر و چیزای روستا بود. یعنی خاطراتی بود که همیشه تو ذهن ما یعنی روشن میشد، یعنی لذت میبردیم. خدا نکنه اون سال تجدید میبردیم، اگه تجدید میبردیم بدبختی بود دیگه، روستا موستا خبری نبود. زور میزدیم میخوندیم، خلاصه عجوری بود قبول شیم که ما سه ماه تابستون کجا بریم روستا. یکی از اون سالا که ما رو یعنی اکثر پدرم چیکار میکرد، من و برادرم و خواهر کوچیک رو با مادرم سوار اتوبوس میکرد میفرستم سمت کرمانشاه. ما خانواده مال کرمانشاه بودن، میفرستیم اونجا برای روستا. آقا ما میرفتیم تو مسیر، حالا بماند که نمیدونم چل کباب میخواستیم و دنبال چل کباب خوردن بودیم، اونم آخر سر چل کبابی وجود نداشت، یا کوکو سبزی بود یا کوکو سیب زمینی لای نون میپیچید میگو بخور اون سالم نیست، اون غذای مال اون چل کبابی به درد نمیخوره، مریض میشین، دل درد میگیریم فلان. خلاصه حالا نمیدونم علتش چی بود، نمیخرید برا ما، همونو میداد به خورد ما رو میرسون اونجا. یه شب خونه یکی از داییامو اما فرداش باز با یه مینیبوس دیگه یه مسافت اولوش مثلا 100 کیلومتر 120 کیلومتر تو راه بودیم تا برسیم به اون روستا. آقا میرسیدیم روستا، شب اولش خوش بود. چرا؟ شب اولش تحویلمون میگرفتن، شام خوب، تحویل فلان، بچه‌ها تهران اومدن، تهرانی خلاصه تحویلمون میگرفتن. هیچ دیگه آقا سرت درد نیارم. فردا صبح شروع میشد، هیچ دیگه کار به کارت نداشت، یا باید میرفتی کمک میکردی یا سر زمین برای یاری میرسوندی، یا نمیدونم این کارو بکن اون کارو بکن فلان بکن. اینجوری بود، پدر ما در میوردن. ولی خب ما چون شیطون بودیم همه از زیر کار در میرفتیم، این برابر دنبال بازیگوشی بودیم. ما این وسط یه بنده خدایی میخواست بشه شوهر خالمون. خورده آدم موزی بود، خودشو جلوی خانواده و فک فامیل نشون میداد، این کارو میکرد اون کارو میکرد، اینا که بگن آره این کاری و فلان اینا. ما هم بچه بودیم زیاد نمی‌رسیم. یکی دو بار بعد منو چزونده سر چیزای الکی پلکی، بچه فلان نکن، یه پس گردانی هم میزد. من میزنی باشه. تراکتور، میدونی تراکتور چیه؟ تراکتور مال دای مینا، این صندلیش چیز نرمی نداشت، یعنی زینه نرم نداشت. اینا گذاشته بودن یعنی ابرای پهن اولوش 15 20 سانتی، یعنی ابر گذاشته بودن اون خلاصه میشستون. منم نامردی نکردم، یه نه این سوزنای که باهاش لاف دوزی میکنن لاف ماف میدوزن، یه نه اونا اونطوری گذاشتم توش میزون اندازه. ببین این فقط نشسته بود و یه نعره کشید. ببین کل دهات نعره اینو شنیدن. ببین نعره زدا، یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. این بنده خدا تا یه 2-3 هفته ای از نشستن از نشیمنگاه کلا ساقط شد، نمیتونست بشینه. فقط اینطوری میکرد من بفهمم کار کیه. حالا منم اون دلم میخندیدم، گفتم بشین تا بفهمین کار کیه. خلاصه اون بزرگترین جنایت قرن بود. یعنی اگه من یه کار در حق هیتلر کرده بودم شاید دنیا رو بلایی سر دنیا نمی آورد. خلاصه سرت درد نیارم. آقا این بنده خدا شد شوهرخاله ما، یه بچه، 2 بچه، 3 بچه. خلاصه منم دیگه ازدواج کرده بودم، بچه‌م دیگه برای خودش دیگه خانومی شده بود. اینا گفتم که آره یادت اونجوری فلان تاریخ اینطوری پات اونجوری شو. گفت آره اون کار من بود. ببین یادش افتاد پاش سر شد، گفت خدا نکشتت، خدا چیت نکنه، پام کار نمیکنه، چرا این کار با من کردی؟ گفتم بابا میزدی اذیت میکردی، 2-3 بار اومده و خودت سر چاپلوسی خودتو نشون دادی، من این بلا سرت آوردم. این هم خاطره شوهرخاله ما که چی لطکازی در آوردیم بلا رو سرش آوردیم. آقا ایشالله که هر جا هستین خوب و خوش باشین. باز لایک هم کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین تا یکی دیگه خاطرات بچگی فرشید براتون تعریف بشه. کوچیکتونم خدا نگهدارتون.